حضرت ایشان: من یک خواهر اسلامی شما هستم، الحمدلله نمازهامو میخوانم، اما شوهرم را نقض نمیبینم، حرمت کرده نمیتوانم، مجبوری با او زندگی میکنم، میخواهم که از او جدا شوم تا که گناهی من زائد نشود. من این حق را دارم یا نه؟ اولا خواهر عزیز، اگر صدای من شنوی، این نوار به دست تو رسد، من به شما خواهش میکنم و التماس میکنم که با شوهر زندگی خود ادامه ده. شوهرت احترام کن، در قرآن در پروردگار میگوید و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. بسیار چیز است که شما او را ناخوب میدارید، ناخوش میدارید، اما شما شاید عاقبت خوب داشته باشد. شاید این شوهری که الان شما او را دوست نمیدارید، اگر با او زندگی خود ادامه دهید، صبر کردن گیرید، از او فرزندای خوب برای شما شود. آینده انشاءالله خرسند میشوید. خوب وقتی که هیچ امکانیت زندگی کردن براتان نباشد، شما به او نفرت دارید، او به شما، اسلام برای شما اجازت داد از خلع، یعنی راهی جدا شدن زن از شوهرش، این خلع است. مانند شما برای یک خواهر زیبای در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش پیغمبر خدا آمد، گفت یا رسول الله، این شوهر من اخلاقی بد ندارد، با دیانت و با تقواست، اما من زیبا هستم و او بسیار ناکرایی میدکی بیکاره. به خاطر همین ناکرایی میدکیش من او را نمیخوام قطعی زندگی کنم، میخوام جدا شم. یا رسول، من نمیخوام که در حالت مسلمانیم باز مرتکب گناه شم و شوهرم ده خیانت کنم. حضرت گفتند همون مهری که در وقت نکاح به تو داده بود یک باغچه بود، همون باغچه گردانده میتی؟ گفت آره یا رسول میتیم. از وای زایتی هم گوید میتیم. حضرت شوهرش فیرات کردند. حضرت شماس ابن قیس بود، کدام بود؟ گفتند با مهری دادگیت گیرو این آزاد کن، طلاقش کن. بنابراین خواهر عزیز، وقتی که شما شوهرتان ادامه زندگی تا ممکن نباشد، شوهرت گوی که شوهر عزیز که من تو را نقض نمیبینم، زندگی من در این خانه مانندی بودنی من در زندان هست، بنابراین همون خراجاتی که در توی برای من دادی، مثلا $200 $300 همون من به تو میتیم اون طلاق کن. حق داری. اگر رفت او قبول نکند، نزد یک عالم یک قاضیات مراجعت کن، اونها شما را حق دارن باید جدا کنن. خواهی این زندگی اسلام این نیست که مرده خواهی نخواهی قطعی و زندگی کنی، این تو در اسلام نیست. شما آزاد هستی خواهر عزیز.